سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. تو این آموزش میخوام بهت بگم که چطور میتونی کانفیگ هیستریا تو و کلش برای خودت درست بکنی. بریم سراغ آموزش. اول داخل سرویس هاست و سرور رایگان میشیم و میایم قسمت پورت. برای خودمون یه دونه پورت UDP درست میکنیم. حالا دوست داشتی میتونی پورت دلخواه خودتو بذاری، میتونی رندوم انتخاب کنی. پورت رو یه جا ذخیره میکنیم که فعلا نیازش داریم. و این قسمت اپلیکیشن سرویس و روشنش میکنیم. این قسمت سرور خودمون SSH میزنیم به سرورمون و منتظر میمونیم تا لود بشه. خب اوکی شد. دستوری که اینجا گذاشتم داخل کانال تلگرامم براتون میذارمش که راحت‌تر دسترسی داشته باشید. کپیش میکنیم و میریم داخل ترمینال. دستور رو پیست میکنیم. میگه میخوای هیستریا درست کنی؟ میگم بله. ویو رو براش ارسال میکنم. میگه پورت رو برام بفرست. میگم اوکی. منتظر میمونم تا برام درست کنه. اولی هیستریا هستش و سومی کلش. کپی میکنم. توی برنامه هدیفای اد میکنم. منتظر میمونم تا کامل لود بشه برام. اینکه خیلی خوبی به ما میده و میتونید داخل سایت های مختلف که دارید و یوتیوب، اینستاگرام فعالیت کنید. خوبی این سرویس که ما الان درست کردیم IP ثابت بودنشه. شما میتونید از این برای هر جایی دوست دارید استفاده بکنید. سرور کاملا رایگانه و میتونید برای خودتون حالا یا خانوادتون دور اطرافیان خودتون درست بکنید. بریم یه تستی بگیریم برای یوتیوب و ببینیم روشنه. بله روشنه. بریم یوتیوب رو یه چک بکنیم. همونجور که میبینید لود خیلی خوبی به ما میده و شما میتونید برای یوتیوب، اینستاگرام به راحتی تماشا بکنید. اگه داخل این سایت تا حالا ثبت نام نکردی، یه دونه لینک برات گذاشتم زیر همین ویدیو. میتونی بری تماشا کنی و آموزش ثبت نام کردن در این سایت رو قبلا گفتم. برو اونم ببین. بعد بیا اینجا برای خودت سرور و هاست و رایگان برای خودت بگیر.